سلام و درود خدمت دوستان نازنینم، محسونیای عزیز. دوستان خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه، لبتون خندون، زندگیتون پر از رزق و روزی و عشق و نور و برکت. سپاسگزارم دوستان بابت لایک، کامنت، سابسکرایب. دوستانی که جدیدن عضو کانال شدین خیلی مقدم میگم عزیزان، خیلی خوش اومدین. دوستان دو تا پورتابل خیلی بزرگ باز شده، یعنی از ماه گذشته. تأثیراتش در این ماه جاری برای همه ما عزیزان، همه شما عزیزان خواهد بود. من خودم هم قاطی میکنم با شما عزیزان و خودم رو هم همراهی کردم با شما. یعنی این پورتابلا هم از نظر مالی، هم از نظر کاری، عاطفی خیلی تاثیرگذار خواهد بود، هم از جانب نور، هم حالا ثروت مادی معنوی، هر دوتا. که در این ماه جاری بسیار اگر گره هایی در زندگی بوده، همشون دونه دونه جاش رو اگر خیلی اذیت بودین تموم شدن ها و خیلی از شرایط رو در زندگی خواهید داشت. من امروز در خدمتتون هستم ماه به ماه. اگر دوست داشتین برام در آخر کامنت کنین، خیلی سبک خواستم بشه، چون چیزی رو که کائنات میدیم اگر چند برگ میاد حالا شاید زمان ببره، ولی وقتی خیلی سبک میشه زود هم به اون نتیجه 100% میرسی. و یک حالا من در ریدینگ ها یک تغییراتی رو خواهم داد، حالا به مرور براتون میام و خودتون خواهید دید. حالا فال حنا باشه، فال هر چیزی که حالا در ذهنتون باشه براتون دونه دونه خواهم اومد تا فال حضرت سلیمان. خیلی خوب، بریم برای شما عزیزان ببینیم که برای عزیزان فروردین ماهی در این ماه جاری از خرد جمعی، نور، حقیقت، آگاهی و با سلام اجازه از خادمین این روز میخوام که برای دوستان فروردین ماهیمون بگین که در این ماه جاری قرار شاهد چه اتفاقاتی باشن. با نام خدا. خبری که دوستان واقعا شما رو شوک میکنه، اگر تعادلی در زندگیتون، کارتون، هدفتون، عشقتون از بین رفته، برگشت این هدف به زندگیتون، این تعادل به زندگیتون از یک دوره‌ای که خیلی یا شاید اذیت بودین، دنیا به کامتون میشه، از این شرایط میاین بیرون. اگر در مواردی دست و پاتون رو حالا دست بسته احساس میکنین، این شرایط کلا یک شرایطی بوده که داره تموم میشه. حتی برای عده‌ای تعادل زندگی رو به هم زده، میتونه در امور کاری باشه یا مالی. اگر در امور عاطفی باشه و شما یه جورایی یک تردیدها، یک دوراهی‌ها، یک چجوری بگم ترس هایی داشته باشین که آیا این شخص داره خیانت میکنه یا هر چیزی که حالا در موردش به یک تردیدهایی رسیدین، باید بگم که بله، حتی شخصی که حالا یا در اجازه بدین کارت بعدی رو بندازم براتون بگم. تموم کردن یا انتقال از این شرایط. اگر در شرایطی هستین یا شخصی در کنار شماست که احساس میکنین این چیزی که حالا حرفی رو که میزنه با اون رفتاری که انجام میده اصلا یکی نیست، از این شرایط کلا یک انتقال، یک جابجایی برای عده‌ای، جابجایی خونه، محل کار، زندگی، و برای عده‌ای از شرایطی که حالا در یک شرایطی هستین که احساس پوچی یا احساس میکنین که همش بهتون دروغ گفته میشه، دست و پاتون در کنار این شخص بسته هست، بیرون اومدن از این شرایط. و اگر حالا در جایی که کار میکنین چنین شخصی در کنارتونه، یا انتقالی پیدا میکنین یک رتبه بالاتر و از این شخص دور میشین، یا خودتون اگر در رابطه هستین از این چجوری بگم خودتون این شخص رو بلاک میکنین یا کات میکنین، میاین بیرون به یکی از اون آرزوهای دور و درازتون که خیلی وقته شاید هی دور خودتون میگردین نرسیده بودین، رسیدن. همونجور که گفتم این ماه معجزه هاست، ماهی که داره جاری میشه. شخصی دوستان با خرد کامل، خیلی هم از نظر حالا ذهنی عاقله، ولی خیلی زود جوش و خیلی عنصر باد رو داره، زود انگار عصبی میشه، داره به شما فکر میکنه. ببخشید. در مقابل این شخص شما به اون هر چقدر که معصوم باشین، قدرت درونی خودتون رو در این ماه جاری میکشین بیرون. اگر از جانب این شخص در اذیت بودین، یه جورایی دیگه بلند میشین و حق خودتون رو از این شخص میطلبین و میگین دیگه اگر قرار کات کنین و میاین بیرون. ببینید دوستان، یک گردش مالی بسیار عالی. اگر گره هایی در کارتون، مالتون افتاده، از این شرایط حالا نابسامان، نامتعادل تموم شدن و به یک شرایط مساعد تبدیل شدن، اگر شرایط مالی زیاد جالبی ندارین، گفتم این شرایط براتون تموم میشه، انتقال پیدا میکنین به یک شرایط بسیار عالی. دوستان اگر حالا در امور مالی شخصی باشه که خودتون یه شک هایی رو دارین غیر از شریک عاطفی، حالا با اون کاری ندارم، خودتون یه شک‌هایی رو به نسبت بهش دارین، بگه که حالا بیا با من چنین کاری رو شروع کن، شما یه جورایی بر سر دوراهی بمونین که آیا شروع کنم یا نه. دوستان با چنین شخصی چنین استارتی رو نزنین، چون یه جورایی پر از دروغ و ریاست. خب
ولی یک شکرگزاری، یک موفقیت، یک پیروزی با شما عزیزان در این ماه جاری خواهد بود. خودتونم دوستان حالا یه جورایی در فکر هستین نسبت به هر چیزی که ذهنتون رو مشغول کرده، ولی گذراست و انتقال پیدا کردن از این شرایط و شخصی وارد زندگیتون میشه که هم انگار میدونه که از رابطه چی میخواد، هم میدونه که اصلا چجوری توی رابطه با شما اون چیزی رو که میخواین، حالا چه مالی باشه چه حالا کاری باشه، اون چیز رو براتون بده، عشق باشه، زندگی باشه، توجه باشه، هر چیزی که حالا شما ذهنتون با این شخص یه جورایی در هم بر همه. حتی من اینجور میبینم که این شخص با شما یه کارایی رو کرده یا یه چیزایی ازش دیدین که همش پر از تردید و دوراهی هایی هستین و احساس میکنین که در مقابل این شخص دست و پاتون بسته است. این شرایط براتون تموم میشه یا کات میکنین اگر چنین شریک عاطفی دارین و پیشنهاد جدید عاطفی برای شما عزیزان 100%. اینم پیشنهاد جدید که در این ماه جاری براتون 100% خواهد بود. شخصی که همونجور که گفتم هم از نظر مالی ایدئاله، هم از نظر دانایی، انگار گشایش همه حالا درهای بسته با این شخصه. الهی که آمین. یک درد، یک رنج، یک بار از دوشتون کلا تموم میشه و برای عده بیرون اومدن از چنین رابطه‌ای یک عشق واقعی در انتظار شما عزیزانه، خرید خونه برای عده‌ای از شما عزیزان. و اگر دوستان همونجور که گفتم احساس خیانت رو میکردین، بله این شخص خیانت میکنه. قلبتون رو اگر حالا شکسته میبینم من، بیرون اومدن از این رابطه و یه چیزایی براتون تموم میشه و شروع یه چیزهایی براتون، حتی برای عده‌ای استارت زدن به یک کاری که بسیار پردرآمد و عالی خواهد بود. حتی برای عده‌ای از خانم‌ها، البته من عکس رو خانم میبینم، خانم میگم، عده‌ای از خانم‌ها من خرید خونه و مسکن، حتی سرمایه گذاری رو هم میبینم. بله 100%. امیدوارم که دوستان بهره لازم رو برده باشین. بریم ببینیم که عدد شانس شما عزیزان چیه. عدد 5 برای شما عزیزان. عزیزان اردیبهشت ماهی، یک نفس عمیق برای عزیزان اردیبهشت ماهی در این ماه جاری. دوستان قرار شاهد چه اتفاقاتی باشن؟ حضور آقایی که میتونه برای عده‌ای عنصر آتش و برای عده‌ای عنصر آب رو داشته باشه. از نظر امور مالی، کسب درآمد و خبرهایی که اگر منتظرش هستین براتون یک خبر عالی. اگر میخواین که خونه ای رو خریداری کنین یا یک ثبت سندی رو داشته باشین، بسیار عالی خواهد بود برای شما عزیزان. و حضور شخصی که از نظر عاطفی میشه گفت میشه روش حساب کرد و شخصی که برای عده‌ای از جایی که بخوان حالا شراکت مالی یا امور مالیتون رو اگر ضعیف بوده بخواین که یک حرکتی به این امور مالی بدین و یک تلنگری، یک تغییراتی 100% برای شما عزیزان خواهد بود. مخصوصا برای دوستانی که همینجور که گفتم جابجایی، انتقال یا انتقال در جایی که کار میکنی براتون دیده میشه. اگر احساس میکنین که در امور عاطفی در مقابل شخصی یه جورایی دست و پاتون بسته هست، از این شرایط کلا میاین بیرون. و در امور مالی برای شما عزیزان رد پای یک شخصی که از نظر مالی هم ایدئاله، هم تفکرات خیلی جالب و عالی داره و حتی عده‌ای از شما تصمیم به بیرون اومدن از یک رابطه عاطفی در این بازه زمانی انگار میخواین که تصمیمتون رو بگیریم و بیاین بیرون. منتظر اخبار بسیار عالی باشین. و اگر دوستان از نظر مالی همین الان در شرایط زیاد جالبی نیستین، این شرایط برای شما انتقال یافتن و بیرون اومدن از این شرایط 100%. و اگر حالا با کسی که در ارتباط هستین یه جورایی احساس سردرگمی میکنین، میخواین کات کنین، تموم کنین، بیاین بیرون، از جانب همین شخص براتون یک اخبار بسیار عالی و دلگرم کننده. و اگر میخواین از این رابطه بیاین بیرون، حتی حضور شخص جدیدی انگار روی شما 2 نفر تمرکز دارن، حالا برای عده‌ای و من خرید خونه رو برای عده‌ای در این بازه زمانی میبینم. و اگر تصمیم به خروج از این رابطه گرفتین، این رابطه سطح خودش رو بالاتر میکشه. یعنی من فعلا نمیبینم که شما خودتون رو از این رابطه بکشین بیرون و بیاین، چون برای شما بیرون اومدن نزاع، درگیری دیده میشه. خب ولی
از جانب اون شخص برای شما عزیزان یک خبر و بسیار یک حرکت بسیار عالی براتون 100%. و اگر میخواین حالا کاری رو استارت بزنین، شروع کنین، برای شما بسیار عالی خواهد بود. اگر کار مهاجرتی دارین، میخواین که ببینین آیا خبری از این مهاجرت یا اقدامتون براتون میاد، بله در این ماه جاری 100% براتون هم خبرهای عالی، هم از نظر مالی اقتصادی یک حرکت ها، یک جنب و جوش هایی در زندگی امور کاری مالی شما دیده میشه. و رد پای من سه تا از آقا که کمی یکیش از نظر سن و سال کوچیکه ولی یکیش میشه گفت از نظر سن و سال بزرگتر و اون یکی میشه گفت حدود مثلا 35-36 سال رو داره، که برای دی در امور کاری که با هم دیگه جفت بودین، انگار مثلا بحث و دعوای شما رو شخصی متوجه شده که روی شما کراش داره و میخواد، منتظره که ببینه آیا شما کات میکنین میاین بیرون، و اگر کات کنین بیاین بیرون شخص جدیدی برای شما دیده میشه. ولی من فعلا نزاع درگیری رو میبینم ولی این تموم نمیشه. این حالا رابطه ای که دارین از جانب این شخص اخبار و حتی با هم دیگه نشستن و گفتگو کردن برای شما دیده میشه، یک قول دادن، یک شرط و شروط برای هم دیگه گذاشتن و برگشت به رابطه برای عده‌ای از عزیزان. و همینجور که گفتم اگر از نظر مالی الان شرایط خوبی ندارین، کمک یک آقایی که میشه روش حساب کرد برای عده‌ای حتی میتونه گفتم عنصر آتیش رو داشته باشه، خیلی خیلی در زندگیتون پررنگ و عالی خواهد بود. عدد شانس اردیبهشت ماهی های عزیز 2 برای شما عزیزان، عددی که برای شما عزیزان حالا در این ماه جاری براتون میشه گفت. خیلی خوب، بریم برای عزیزان خرداد ماهی. بریم برای عزیزان خرداد ماهی ببینیم در این ماه جاری دوستان خرداد ماهی قرار شاهد چه اتفاقاتی باشند. با نام خدا. دوستان، یک دوره‌ای که خیلی اذیت شدیم، از این دوره کلا دارین میاین بیرون، انگار دور قلبتون یک حصاری کشیدین. لا کارتای بعدی رو ببینم. و بر سر دوراهی موندن، یک شکست عاطفی برای شما عزیزان دیده میشه و کاسه چه کنم در دست برای عده‌ای از شما عزیزان در امور عاطفی و میخواین که انگار از این رابطه بیاین بیرون. در این حالا ماه جاری یک اخبار، یک رویدادهای بسیار عالی برای شما که کلا شما رو تکون میده و بلند میکنه. بله، بیرون اومدن حتی برای عده‌ای خیانت دیدن، یک ترس هایی از یک خیانت 100% بوده و برای عده‌ای با این شخصی که حالا بودین کات کردین در امور کاری میشه گفت برای عده‌ای و حتی برای عده‌ای از شما عزیزان اگر در امور کاری سعی و تلاش بسیاری رو داشتین و به نتیجه‌ای نمیرسیدین، خیلی وقت بود این تلاش ها بی‌ثمر نخواهد بود و یه جورایی یک تغییرات کاری شغلی برای شما در این بازه زمانی دیده میشه. بله، عده‌ای از شما عزیزان در این ماه جاری 100% انگار تصمیم گرفتین که بیاین بیرون و تمومش کنین. برای عده‌ای حتی 3 وعده هست که تصمیم گرفتین بیاین بیرون. حتی برای حالا شما عزیزان من اینجور میبینم که یک رابطه ای بوده که قرار بوده نامزدی، حتی عده‌ای شاید تا پای نامزدی هم رفتین، ولی یک تردیدها، یک دوراهی ها، یک شکستگی های قلبی براتون دیده میشه، ولی داره تموم میشه. تموم کردن و عاقبت به خود اومدن برای شما عزیزان. به قدرت درونی خودتون در این ماه جاری پی میبرین و بلند میشین و اون چیزی که خیلی وقت داره شما رو اذیت میکنه، دور شدن شما عزیزان از این رابطه، انگار خیلی وقت بود که نسبت به این رابطه، هدف، کار، هر چی که اسمش رو بذارین، پا در هوا بودین، منتظر یک جرقه‌ای که شما رو به حرکت در بیاره. حرکت میکنین برای عده‌ای جشن، شادی، حتی رفتن به یک نامزدی دیده میشه و برای عده‌ای تغییراتی در شغلشون، یک به راه افتادن شغل. اگر گرهی در شغلتون بوده، کارتون بوده، 100% این گره تموم میشه برای شما عزیزان و یک چیزایی دوستان براتون کلا آوار میشه و یک چیزای بسیار عالی در زندگی شما 100% به وجود خواهد اومد. من برای عده‌ای از شما عزیزان بیرون اومدن از این رابطه عاطفی که حتی عده‌ای من گفتم تا حد نامزدی بوده 100% میبینم. برای عده‌ای در امور کاری با این شخص آشنا شدین و برای عده‌ای هم که حالا هر جا که عبور و مروری داشتین یا از نزدیکان، آشنایان و زیر دستتون چرخه حالا کاری که میخواین، تغییراتی یا استارت کاری رو زدین با شخصی که میتونه شریک حالا کاری خودتون باشه، بخواین که کارتون رو از این شخص جدا کنین و خودتون جداگونه کار خودتون رو شروع کنین. استارت زدن به یک کار خاص برای شما عزیزان، خرید فروش ماشین برای عده‌ای از شما. اگر در
زمینه عاطفی چه کنم بوده و پر از تردید، توهم، رقیب، این رقیب داره میره، ولی انگار خود شما هم از این رابطه میخواین بیان بیرون. حضور شخصی که میتونه عنصر آتش رو براتون داشته باشه، حتی برای عده‌ای مرداد ماهی 100%، و با این شخص میتونین که اون جایگاه مالی یا امور حالا کاری خودتون رو هم به دست بیارین، هم باهاش وارد رابطه بشین. خیلی خوب عزیزان، بریم ببینیم که برای شما عزیزان عدد شانس شما عزیزان چیه. برای شما عزیزان عدد 5 عزیزان، عدد 5. خیلی خوب، بریم برای دوستان تیر ماه. عزیزان تیر ماهی، یک نفس عمیق بریم ببینیم که برای عزیزان تیر ماهی در این ماه جاری، یک انتقال، یک جابجایی، حضور شخصی که از نظر مالی ایدئاله و پیشنهاد عاطفی این شخص از جانب این شخص برای شما، و حتی میتونه برای عده یک شریک خانومی باشه که بخواد حالا در زندگی شما حضور داشته باشه و در امور مالی پیشرفت ها، و اگر 1 تومن داریم بشه 4 تومن، اگر 4 تومنه بشه 8 تومن. برای عده‌ای در امور حالا عاطفی حضور گرم این حالا آقا، و برای عده‌ای میتونه یک شریک بسیار عالی در امور مالی شما باشه عزیزان، یا یک راه و نشانی رو برای شما عزیزان، یک راهنمایی برای شما انجام بده که شما اون مسیرتون رو بتونین که به خوبی طی کنین و این چند تومنتون رو تبدیل به حالا از این چجوری بگم درآمدی که زیاد رشد جالبی نداشته به اون رشد و باروری برسونه. حتی برای عده‌ای خرید و فروش ماشین و حرکت زندگی 100%. اگر منتظر خبری هستین این خبر بسیار عالی، خبر مالی به گوشتون میرسه. اگر منتظر وامی بودین 100% نیروی حالا انرژی تاریکی تموم میشه، داره تموم میشه، کنار میره از زندگیتون. اگر پاکسازی کردین به یک خانواده‌ای بسیار شاد و بسیار از نظر مالی ایدئال بودن تبدیل شدن. اگر گره هایی بوده تموم شدن این گره ها. اگر در امور عاطفی حالا پریشان احوالی یا زیاد شرایط جالبی داشتین، اجازه بدین کارتا رو بریزم براتون بگم. یک خبر باعث میشه که شما از جا کنده بشین و اون چیزی رو که میخواین به دست بیارین، چه در امور مالی باشه چه در امور عاطفی. گفتم این ماه بسیار عالی خواهد بود. اگر کار قانونی دارین دوستان، این کار قانونی میتونه با حضور شخصی که حالا میتونه وکیل باشه یا شخصی باشه که شما رو به اون چیزی که میخواین برسونه بسیار عالی خواهد بود. حتی برای عده‌ای پیشنهاد عاطفی از جانب حالا اگر 20% سراغ وکیلی رفتین یا شخصی که شما رو راهنمایی کنه از جانب این شخص، آشفتگی های شما عزیزان کنار میره، تموم میشه. اون شخصیتی که خیلی معصوم بوده ولی قدرت درونی خودتون رو در این ماه جاری میکشین بیرون و یک خود برتری نشون میدین. دور شدن شما از رابطه حالا برای عده‌ای 50% میگیرم من که انگار تصمیم خودتون رو گرفتین از این رابطه دور بشین. حتی برای عده‌ای طلاق، جدایی، یک چنین حالتی که آشفته هستین انگار. ببینم کارتای بعدی چیه. در فکر این که چی شد به اینجا رسید، چی شد، چرا. دوستان یکی از بهترین آرزوهایی که خیلی وقت به دنبالش هستین ولی شاید در دلتون بگین که امکان نداره، مثلا امیدوار نباشین به این آرزو رسیدن، 100% به این آرزو خواهین رسید. برای عده‌ای در امور مالی، برای عده‌ای در امور عاطفی، و اینم امور مالی شما عزیزان. یک قدمی که با حضور گرم شخصی که شما رو یا راهنمایی میکنه یا شخصی که حالا از همون راهنمایی کنارش هم یه جورایی حالا یک رابطه عاطفی ایجاد میشه. یک قدم بسیار جدید و عالی در هر زمینه‌ای که شما اسمش رو بذاریم برمی‌داریم که بسیار بسیار براتون عالی و پولساز خواهد بود. برای عده‌ای یک رابطه بسیار جالب عاطفی، و برای عده‌ای بله این از نظر عاطفی که حالا خیلی عالی بود، یهو همه چی به هم ریخته. و حتی گفتم برای عده‌ای که یا میخواین دوباره به این رابطه برگردین، دوست ندارین، یا این رابطه، این زندگی تحت شعاع یک انرژی تاریکی قرار گرفته و به هم خورده. من انتقال یافتن از این شرایط به یک شرایط بسیار عالی که این غم و غصه در زندگی شما تموم میشه عزیزان. اگر از این ناراحت هستین که چرا مثلا کار به قانون بکشه یا یه چیزای دیگه، دوستان ناراحت نباشین که اگر نمیخواین جدا بشین یک قدم زیبایی برمیدارین و حضور گرم شخصی که حالا شما رو یا راهنمایی میکنه، میتونه حالا مرداد ماهی باشه در امور مالی، و یک شکرگزاری بسیار عالی در این ماه جاری 100% خواهیم داشت. خیلی خوب، ببینیم برای شما عزیزان عدد شانس این ماه چیه برای دوستان تیر ماهی.
عدد 7 عدد بسیار مقدس برای شما عزیزان. برای دوستان مرداد ماهی در این ماه جاری با نام خدا. دوستان من یک امور مالی، اگر حالا پولی رو در دست داریم میخواین استارت کاری رو بزنین یا نداریم میخواین استارت کاری رو بزنین ولی در این موندین که مثلا از نظر مالی کم دارین، این کم بود برای شما در این ماه جاری جبران میشه. از نظر عاطفی اجازه بدین کارتا رو بریزم بگم براتون. انتقال یافتن از یک شرایطی که خیلی شما رو اذیت کرده، اگر در درونش اذیت بودین، به شرایط بهتر و عالی، یک خبری که حالا یا از جانب شما این خبر به گوش همه میرسه و همه تعجب میکنن، یا به گوش شما میرسه و اصلا خودتون واقعا هنگ میکنین و خدا رو شکر میکنین. برای عده‌ای در امور کاری مالی و برای عده‌ای در امور حالا مالی عاطفی ببخشید، یک چیزایی دوستان آوار میشه، تموم میشه و یک تعادلی که از زندگی شما، امور مالی کاری شما از بین رفته، به اون تعادل 100% میرسین. یک شراکت با یک خانومی که از نظر مالی خب ایدئاله و برای عده‌ای از خانم ها اگر میخواین ملکی رو بخرین یا حالا در امور مالی یک سرمایه گذاری رو انجام بدین، 100% برای شما یک جابجایی، یک خرید فروش خواهد بود. شخصی داره به شما فکر میکنه و میخواد یک قدمی رو نسبت به شما برداره و انگار روی شما یک کراشی داره و میخواد با شما یک رابطه سالمی که به ازدواج ختم میشه برداره. شاید این حالا شما رو کمی در فکر ببره یا یه چیزایی که تموم بشه براتون، درد رنج، یه چیزایی که خیلی وقت بود اذیتتون میکرد براتون تموم بشه، یا شخصی بوده که در زندگی شما قلبتون رو شکسته و تصمیم گرفتین که دیگه کلاً قلم بکشین به عشق و عاشقی یا اصلا اجازه ندین در زندگی در قلبتون رو به روی شخصی باز کنین. برای عده‌ای در امور مالی، خرید فروش کاری حضور گرم این شخص دیده میشه. حتی این شخص میتونه برای شما یک کار یا یک شراکت عالی رو به وجود بیاره. برای عده‌ای حالا در جایی که کار میکردین بیرون اومدن از اون رابطه و حتی اگر شکستگی قلبی دارین از جانب این شخص، من بیرون اومدن شما از این رابطه رو میبینم و شروع عاطفی از جانب شخص دیگه‌ای و با موفقیت در این ماه جاری. اصلا یک جنب و جوش خاصی در زندگی، کار، مالی، هر چیزی که حالا در درونش گیر کردیم و نمیتونین اون تصمیم رو بگیرین یا اون حرکت رو انجام بدین، در این ماه جاری به اون تعادل رسیدن. اگر حتی یه چیزایی برای شما تموم بشه، حتی اخباری به گوشتون میرسه که واقعا خدا رو شکر میکنین. اگر رابطه‌ای در حال تموم شدنه و اصلا تموم شده ولی حساری کشیدین که دیگه به هیچ کسی، هیچ احد الناسی اجازه ورود به قلبم رو نمیدم، شخصی روی شما کراش زده، از یک خرید فروش ملک حتی برای عده‌ای من اینجور میبینم که یک رابطه‌ای شروع میشه که عاقبتش به نامزدی و ازدواج ختم میشه. خیلی خوب، بریم ببینیم که برای شما عزیزان عدد شانس دوستان 10 برای شما عزیزان مرداد ماهی، عدد شانس شما عزیزان. برای دوستان شهریور ماهی در این ماه جاری شاهد چه اخباری خواهند بود با نام خدا. یک خبری که واقعا خدا رو شکر میکنیم. به یک قدرت درونی رسیدن، هر چقدر که دوستان حالا در هر اموری بوده بله رو گفتین، ولی در این ماه جاری اون قدرت رو میکشین بیرون. حتی اگر انرژی منفی هم بوده، شخصی اگر در کنارتون یا در زندگی شما انرژی منفی بوده و این انرژی منفی با زندگی شما کاری کرده بوده که یه جورایی پا در هوا بودین بابت هر چیزی، یک خبر بسیار عالی میشنوین، یک پنهونکاری که از شما مخفی بوده در طی این بازه زمانی. اگر به شریک کاری، شریک عاطفی خودتون شکی داشتین، یک پنهونکاری هایی بله دیده میشه و نسبت به این شخص اگر پا در هوا هستین، یه چیزایی میشه گفت حالا ببینم در چه اموری از شما پنهونکاری هایی داره، حقیقت هایی براتون رو میشه به یک عشق واقعی که 100% دوستان اگر در عشقتون حالا جوری بوده که
یه چیزایی رو احساس میکردین که این شخص از شما داره پنهون میکنه. اگر پاکسازی انجام دادین یا یک چیزایی خیلی وقت بود سر جاش نبود، هی این پا اون پا میکردین که از یک واقعیت‌هایی سر در بیارین، در این بازه زمانی اگر انرژی تاریکی هم بوده برای شما تموم میشه. و اجازه بدین و از نظر مالی دوستان به یک قدرت درونی یا نهایی میرسین، یک امور مالی که به دستتون میفته. اگر منتظر خرید خونه ای هستین یا سقف خونه ای که 100% براتون انجام میشه و برای عده‌ای از شما عزیزان اگر زیر سقف خونه ای بودین و احساس سردرگمی یا یه جورایی مثل قبل نبوده این شخص براتون، اجازه بدین دوستان این عشق اگر حالا زیاد با هم دیگه عالی نبودین، برای عده‌ای تموم شدن این شرایط و حضور یک عشق، کارت عشاق براتون در اومد، یک عشق دیگه. اینو دو جور براتون تفسیر میتونم بکنم. اگر پاکسازی انجام دادین یا رفتین حالا یه چیزی رو گرفتین، یک پاکسازی شده و احساس میکردین که این شخص حالا یه چیزایی رو از شما پنهون میکنه، دوستان برگشت این شخص، انگار این شخص اون شخصی که قبلا بود نبود، الان تموم شدن این شرایط و برگشت اون شخص و واقعی شدن یک عشق برای شما. اینو دو جور براتون تفسیر میکنم. و اگر بله خودتون ماچش رو گرفتیم و میدونین که این شخص حالا یه چیزایی رو هست، حضور یک عشق بسیار عالی برای شما عزیزان و حرکت امور مالی در زندگی، به یک قدرت مالی رسیدن، خبرهای بسیار عالی. دوستان اگر از نظر حالا مالی میخواین که یک گردش مالی بسیار عالی داشته باشین در این ماه جاری، یا شخصی به شما این کمک رو خواهد کرد که این پول رو 2 برابر کنین، میتونه حتی شریک عاطفیتون هم باشه، این پول رو چند برابر کنین و یک گردش مالی بسیار عالی رو داشته باشین. و برای عده‌ای که توی رابطه به یک چکنمی افتادین و میخواین بدونین که عاقبت این رابطه چی میشه، اجازه بدین در آخر بگم به یکی از اون آرزوهای دیرینتون، شاید عده‌ای باشین که بخواین به اون اوایل رابطه که چقدر عالی بود، چقدر خوب بود برگردین، به یکی از اون آرزوهاتون. و اگر در امور مالی کاری آرزویی دارین، 100% در این ماه جاری براتون برآورده میشه. و برای عده‌ای در امور عاطفی یک عشقی که عاقبتش یک عشق بسیار عالی خواهد بود، یعنی از این رابطه یک تردیدهایی 100% توی این رابطه بوده و شما خودتون میدونین که چه خبره، تموم شدن و تا 2 وعده دیگه وارد یک رابطه دیگه ای شدن. چون من در توی این رابطه یک چیزایی حالا پنهونکاری، خیانت، دروغ دیده میشه و حتی شما توهم که نه، یک چیزایی رو در ذهنتون دارین که این شخص از شما یک پنهونکاری هایی کرده. همونجور که گفتم اینو 2 جور براتون تفسیر کردم. اگر انرژی منفی بوده 100% بدونین که اگر پاکسازی کردین شخص برمیگرده به خودتون. این یک. و اگر نمیخواین منتظر اخباری باشین، اگر حتی کات هستین یا یه جورایی سرد هستین با هم دیگه، گرم شدن رابطه 100%. و اگر دیگه میخواین از رابطه بیاین بیرون، حضور یک شخصی که یک عشق واقعی، یک دوره‌ای برای شما عزیزان تموم شده، پیشنهاد ازدواج یا پیشنهاد نامزدی، یک پیشنهاد عاطفی، شادی، جشن، پیشنهاد کاری در جایی که کار میکنین و ذهن کیس عاطفی نسبت به شما یه جورایی این شخص هم در همه. برای عده‌ای حالا در امور کاری یک چیزایی رو انگار دیگه داره تموم میشه، یک جر و بحثی رو از سر گذروندن. و اگر در امور مالی به یک بنبست هایی همین الان رسیدین، رشد مالی برای شما 100% خواهد بود. و حتی من برای عده‌ای اگر دیگه همونجور که گفتم 2 جور براتون گفتم، اگر میخواین از این رابطه بیاین بیرون، 100% اومدن بیرون و یک رابطه جدید دیگری رو شروع کردم. برای عده‌ای از جایی که کار میکنین، حتی برای عده‌ای استارت زدن به یک کاری در این بازه زمانی که براتون گفتم در این ماه جاری 100%. خیلی خوب، بریم ببینیم که برای دوستان شهریور ماهی عدد شانس، دوستان عدد 6 برای شما عزیزان، عدد شانسشون. برای دوستان مهر ماهی بریم ببینیم که چه خبر با نام خدا در این ماه جاری. دوستان مهر ماهی با نام خدا شاهد چه اتفاقاتی خواهند بود. یک خبر حتی میتونه در امور کاری باشه که با موفقیت 100% این خبر کاری با شغلتون، کارتون میکنه که بسیار عالی خواهد بود در رشد و باربری شما. و حتی برای عده‌ای انگار یک کاری رو خیلی وقته که بر یک باری رو بر دوش خود داشتن، تموم شدن و کلاً دیگه از این شرایط پا در هوا بودن یه جورایی
دیدین آدم تکلیفش مشخص میشه در این ماه جاری، در هر موردی که باشه، حالا عاطفی باشه، کاری باشه، مالی باشه، اگر پا در هوا بودین این شرایط براتون تموم میشه عزیزان. یک باری از دوشتون کم میشه. برای عده‌ای در امور عاطفی یا امور کاری، پیشنهاد عاطفی، جشن، دعوت شدن به یک جشن، رشد، باروری، شراکت در یک کار. اگر یه جورایی تردیدهایی رو دارین نسبت به کاری که میخواین تغییر بدین یا نسبت به اون کاری که انجام میدین، دوستان منتظر اخبار بسیار عالی باشین. یعنی ذره‌ای تردید به خودتون راه ندین. دیگه پایان دردها و رنجها برای شما عزیزان. حضور شخصی که حالا پیشنهاد عاطفی رو اگر از رابطه‌ای ناراحت بودین، پا در هوا بودین، اومد بخواین که بیاین بیرون، با پیشنهاد جدیدی روبرو خواهیم بود. از نظر مالی، حالا اگر بخواین که ببینین میخواین در شغلتون تغییراتی رو ایجاد کنین، آیا خوب خواهد بود؟ بله، حتی برای عده‌ای با حضور یک خانومی که میتونه حالا از نظر مالی در کنارتون باشه و یک عشق بسیار عالی تا 2 وعده دیگه برای شما، میتونه مثلا تا 2 هفته دوم یا دوم این ماه برای شما عزیزان یک استارت زیبایی رو برمقا میاره که عاقبتش به نامزدی و ازدواج ختم بشه. اگر خیلی وقت یه جورایی قلبتون رو حصار کردین و نمیخواین که شخصی رو وارد زندگیتون راه بدین یا نمیخواین وارد زندگیتون بشه، از کیس عاطفیتون خیانت دیدین، دروغ دیدین، پنهونکاری دیدین، شخص جدیدی برای شما عزیزان که از یک خانواده بسیار پولدار یا غنی، اینجور بگم، براتون یک پیشنهادی رو خواهد داد. دوستان اگر میخواین که مثلا مبلغی رو در دست دارین، میخواین یک استارت کاری رو بزنین، این کار برای شما سرمایه ساز و بسیار بسیار عالی خواهد بود. اگر موندین که آیا انجام بدم انجام ندم، بسیار عالی خواهد بود. انتقال و شرایط شما، جابجایی شما، میتونه جابجایی کاری باشه، میتونه جابجایی خونه باشه برای عده‌ای در حالا امور کاری و امور عاطفی. برای عده‌ای که در یک رابطه زخم و زیری بودن و خودشون میدونستن که این رابطه عاقبتش زیاد جالب نیست، بیرون اومدن و از این پا در هوا بودن تموم شدن و با شخصی که انگار یا روی شما کراش داره و پیشنهادش رو در جایی که حالا یک به یک یا بانک یا جایی که میاین در اونجا به شما یک پیشنهادی رو 100% خواهد داد، از اونجا استارتش حالا زده میشه. و اگر خیلی وقته که دور قلبتون رو حصار کردین و میدونین که اصلا دیگه فایده ای نداره، دیگه هیچ کسی رو راه نمیدم، به قلبم اجازه نمیدم، دوستان تموم میشه. یک دوره‌ای برای شما، یک رنج، یک درد، یک هر چی که شما اسمش رو بذارین، در این دوره اذیت شدین، تموم شدن این شرایط و شخصی که هم از نظر احساسی بسیار عنصر آب رو میتونه داشته باشه، خیلی عالیه. خرید فروش ماشین، اگر در دستتون مبلغی رو دارین میخواین حالا خرید فروش ماشین رو داشته باشین، خیلی عالی. حرکت زندگی شما به سمت جلو. و اگر کار مهاجرتی دارین و دارین بهش فکر میکنین یا کاراشو انجام دادین، منتظر خبری هستین، 100% اگر شخصی هستین که 2 وعده هست، میخواین کاری رو انجام بدین ولی موندین که آیا انجام بدم یا نه، 100% این کار رو انجام میدین و دور شدن و تموم شدن شما از شخصی که حالا تموم میکنین، در دو رنج براتون تموم میشه و یک عشق، حتی پریشان احوالی ها تموم میشه و حضور یک عشق بسیار عالی برای شما عزیزان 100%. خیلی خوب، بریم ببینیم عدد شانس برای دوستان مهر ماهی. عدد 11 عزیزان برای دوستان مهر ماهی. خیلی خب، برای دوستان آبان ماهی ببینیم در این ماه جاری قرار شاهد چه اتفاقاتی باشن با نام خدا. در این ماه جاری دوستان اگر در رابطه‌ای بودین که حالا برای عده‌ای از جایی که کار میکنین حالا شروع شده و در یک رابطه بسیار عالی بودین، یک کاتی پیش اومده و احساس میکنین که این شخص به شما خیانت میکنه، پیشنهاد یا اصلا از یک رابطه جدیدن اومدین بیرون، پیشنهاد عاطفی جدید برای شما عزیزان
برای عده‌ای در جایی که دو وعده هست استارت حالا کاری رو زدین یا حالا سر کار میرین، یک شخصی روی شما یک کراشی رو زده و برای عده‌ای استارت زدن به یک کار 100%. و اگر دوستان شما از حالا کیس عاطفی عالی بوده جدا شدین، یک انرژی شیطانی تاریکی میتونه حسادت باشه، کینه باشه، از جانب دوستان نزدیک خودتون باشه که این رابطه رو یه جورایی به هم بزنن، ولی پیشنهاد عاطفی جدید براتون هست. حتی یه جورایی خودتون هم توی فکر باشین که چی شد که اینجور شد. برای عده‌ای اگر کار مهاجرتی دارین، شنیدن اخبار بسیار عالی و میخواین به همراه خانواده مهاجرتی رو داشته باشین که آیا ببینین این خبر به گوشتون میرسه یا نه. 100%. حضور شخصی که هم از نظر دانایی، هوش، ذکاوت بسیار عالیه و میدونه که توی رابطه چی میخواد و اصلا هدفش از رابطه چیه. شنیدن اخبار بسیار عالی، اخبار کاری برای شما عزیزان. استارت زدن دوستان به یک کار که بسیار بسیار نتیجهش برای شما عزیزان عالی خواهد بود. اگر در رابطه‌ای بودین که یه جورایی احساس پنهونکاری، خیانت رو داشتین، باید بگم که بله، اگر کات کردین و میخواین که دیگه تموم کنین، همونجور که گفتم 2 نفر دارن به شما فکر میکنن و برای عده‌ای از امور کاری این شخص یک دوره‌ای بوده، دوره‌ای پر از حالا میتونه شادی هم داشته باشه ولی خب نهایتش به چیزهایی که نبایده ختم شده. از یک دوره‌ای بیرون اومدن، یک دوره‌ای که اذیت بودین تموم شدن و اون قدرت درونی خودتون رو در این ماه جاری میکشین بیرون. و بله، در عشق حالا برای شما عزیزان حتی حضور رقیب رو هم میشه گفت. اگر در رابطه‌ای یا زندگیتون، کارتون، امور مالیتون تعادلی از بین رفته دوستان، این تعادل به زندگی شما، به کار شما، امور مالی شما برمیگرده. و از نظر مالی اگر بخواین یا گرهی در کارتون افتاده، با این کاری که استارت میزنین، حالا هر چی که باشه، اگر سرمایه‌ای دارین یا شخصی وارد زندگیتون میشه که از نظر مالی ایدئاله، دست به دست هم میدین و این امور مالیتون رو، شغلیتون رو برای مثلا 20% حالا حضور یک شخص دیگه‌ای که از نظر مالی بیاد و با هم دیگه یک استارتی رو بزنین، ولی برای حالا 80% که میخواین استارت کاری رو بزنین، از نظر مالی این کار شما رو به اون جایگاهی که میخواین 100% میرسونه. در یک اموری پا در هوا هستین، کیس عاطفی خودش ذهنش درگیره، منتظر خبر از جانبش باشین، ولی یک آس جام برای شما عزیزان، یک چجوری بگم، یک پیشنهاد عاطفی جدید و خودتون که یه جورایی چه کنم ولی عاقبتش به یک شکرگزاری و جشن و خوشحالی و برای عده‌ای در امور کاری پیشرفت و ارتقا 100%. خیلی خوب، ببینیم حالا برای شما عزیزان عددتون چنده، چقدر دور زد. 6 برای دوستان آبان ماهی. خیلی خوب، برای دوستان آذر ماهی ببینیم که در این ماه جاری قرار شاهد چه اتفاقی اینا خودشون پریده. خیلی خوب، بریم ببینیم که چه خبر. قلبی که شکسته، پریشان احوالی و در امور مالی یک سرمایه گذاری که شاید با یک شکست هایی مواجه شده و شاید حالا عده‌ای در امور مالی یک حالا افکار پریشان یا ناجوری رو دارین. ببینیم که دیگه چی. کارت عشاق، یک خلاقیت. دوستان اگر در امور مالی به یک شکست ها یا به یک حالا چیزایی که اون در ذهنیاتتون نبود که اگر مثلا من این سرمایه گذاری رو میکنم یا ضرر، خدایی نکرده ضرری رو کردین یا استوپ مالی داشتین، از یک استوپ مالی به یک خلاقیت هایی 100% در ذهنتون حالا کارتون با 2 تا خبر عالی به اون خلاقیت میرسید و کاروباری که حالا شاید ذهنتون رو درگیر کرده 100% راه اندازی میشه، گره از مشکلات باز میشه. از یک دوره کلا اومدن بیرون، حتی اگر شکستگی قلب باشه. کارت عشاق رو داریم براتون. شکرگزار خواهیم بود. این دوره داره براتون تموم میشه. شکرگزاری رو براتون 100%. اگر میخواین حالا خونه ای رو خریداری کنین یا در فکر خرید خونه ای هستین ولی از نظر مالی کم دارین، یک خلاقیت هایی که گره از مشکلات شما باز میکنه، چه در امور عاطفی چه در امور مالی.
پیشنهاد عاطفی جدید. دوستانی که حالا یک قلب شکسته‌ای دارن و در عشق شکست خورده، 100% یک پیشنهاد زیبا برایشون 100% دیده میشه که یک عشق بسیار زیبا و عالیه. و اگر در رابطه‌ای بودین که کاسه چه کنم و میخواین بدونین که آیا این شخص واقعا شما رو دوست داشت یا نه، اگر دوست داشت چنین قلبتون رو نمیشکست عزیزان. پیشنهاد عاطفی جدیدی دارید. یک، گفتم گردش مالی بسیار عالی اگر استوپ مالی دارین و اگر منتظر وام یا حالا یک پولی هستین که خیلی وقته این پول به دستتون میرسه و گره های مالی شما به این روش باز میشه. حالا هر سرمایه گذاری که انجام بدین، یکی از آرزوهایی که خیلی وقته در ذهنتونه 100% بهش میرسین. خبری به گوشتون میرسه یا از شما خبری به دیگران میرسه که اصلا همه وا میرن. اگر در امور حالا کاری به یک گره هایی رسیدین، این گره ها با ورود یک پول یهویی به زندگیتون، یا اگر دنبال وامی هستین که دیگه دلسرد شدین میگین نمیشه، 100% و با گردش مالی بسیار عالی، اصلا همه تعجب میکنن از کارهایی که شما انجام میدین و خودتون شکرگزار خواهیم بود و حضور یک عشق بسیار عالی در زندگیتون، یک پیشنهاد عاطفی براتون دیده میشه. و انتقال شما اگر در شرایط بدی هستین که حالا یک بیخوابی های شبانه، استرس یا هیجان های نابجا، از این شرایط تموم میشین، انتقال پیدا میکنین، حتی برای عده‌ای جابجایی کاری، جابجایی مالی و حتی برای عده‌ای جابجایی خونه. خرید، فروش، حرکت در زندگی. اگر الان در شرایط مالی خوبی نیستین، گرهی در امور مالی شما افتاده، کلا اینا گذراست و تموم میشه. اگر بر سر دوراهی هستین، از این دوراهی میاین بیرون و حضور یک عشق بسیار عالی تا 2 وعده دیگه و از نظر مالی رشد و ارتقا به اون سطحی که میخواین 100% رسیدن. خیلی خوب. برای شما عزیزان عدد شانس 5. برای شما عزیزان عدد 5. برای عزیزان دی ماهی، بریم ببینیم در این ماه جاری. اوی پریدن. در این ماه جاری برای عزیزان دی ماهی چه خبر؟ این خودش برگشت. یک خبرهای بسیار عالی در امور کاری. اگر میخواین خونه ای رو حالا جابجا بشین یا خریداری کنین، برای شما عزیزان از یک خانومی که شاید در کنارتونه، برای دی حتی در جایی که کار میکنین، اجازه بدین در مورد این خانم شاید کمی پا در هوا باشین. یک پیشنهادی از جانب این شخص براتون دیده میشه، حتی در جایی که کار میکنین برای عده‌ای حالا 50% در یک موردی پا در هوا هستین یا یک چیزهایی ازش دیدین که خودش بله یه چیزهایی رو، یک حالت مرموزی رو داره و شاید در این ماه جاری به شما پیشنهاد عاطفی 100% خواهد داد. من اینجور میبینم، البته گفتم من هیچ وقت جنسیت نمیگیرم، چون من خانم رو میبینم خانم میگم برای شما. شاید آقا باشه در چنین شرایطی که مرموز باشه و شما یه جورایی احساس کنین که حرفی که میزنه با عملی که انجام میده اصلا نمیخونه. یک همچین شرایطی، اجازه بدین بقیه کارت رو بریزم براتون بگم. یکی از آرزوهای شما 100% در این ماه جاری، گفتم که چه ماهیه، اول ویدیو گفتم که چه ماهیه این ماه. این شخص داره به این فکر میکنه که با شما یک زندگی کامل رو بسازه. یعنی پیشنهاد عاطفی یه جوراییه که میخواد با شما یک زندگی رو کاملا بسازه، ولی در مورد این شخص کمی در دوراهی گیر خواهیم کرد، ولی عاقبت پیشنهادش رو قبول میکنین. این شخص دوستان جوری نیست که شما مثلا بهش شک کنین. شاید مثلا در امور کاری یه چیزایی رو مثلا پنهون کنه، یک پنهونکاری هایی دیده میشه ازش، ولی اجازه بدین همه کارتا رو بریزم بعد. حتی عده‌ای از شما عزیزان دوستان اینجور بگم براتون، شخصی شما با چنین شخصی در یک رابطه‌ای بودین که پنهونکاری‌ها شما رو یه جورایی پا در هوا گذاشته و احساس کردین که این چیزی که حالا انجام میده با اون چیزی که میگه درست نیست و تصمیم گرفتین به این که کات کنین و یک چیزهایی که شاید حالا رقیب هم بوده در این وسط براتون دیده میشه. من پیشنهاد عاطفی جدید براتون میبینم در مورد این خانم یا آقا. اگر در رابطه هستین و احساس میکنین که منتظرین که ببینین چه خبر یا کات هستین، این خانم میخواسته با شما وارد یا یک زندگی رو بسازه، ولی یه چیزایی دوستان این وسط درست نیست. اجازه بدین
موفق این برنامه عزیزان شما خواهیم بود. یک حالا در امور کاری یک استارتی رو میزنی، یک پیشروی، یک تغییر، یک جلو رفتن هست، ولی اگر با چنین شخصی در ارتباط هستین، برای شما اینجور بگم که این شخص اون حرفی رو که میزنه عملش با اون حرفش یکی نیست. اگر در رابطه هم هستین زیر یک سقف، حتی ازدواج سفید میگن، هرچی حالا اسمش رو بذارین، من پیشنهاد جدید برای شما عزیزان میبینم. حالا گفتم چه آقا باشه چه خانم باشه، یک شک و شبهه هایی کلا دیده میشه توی این خانم. بله، پنهونکاری هایی که حالا شما رو یه جورایی ذهنتون رو ناآروم کرده، بخواین که کلا دیگه کات کنیم بیاین بیرون. و اگر از نظر مالی در شرایط خوبی نیستین عزیزان، این شرایط برای شما 100% با استارت یا حرکت کاری که براتون دیده میشه، حرکت در کار 100% تموم میشه. اصلا خدا رو دوستان شکر میکنین، هم اخباری به گوشتون میرسه، اخبار بسیار عالی و بسیار زیبا، هم از نظر مالی هم از نظر عاطفی، و حضور گرم شخصی که هم راهنمای بسیار عالی برای شما، هم میتونه امور مالی شما رو اگر یه جورایی قفل شده از این شرایط کلا در بیاره و کاری با کارتون، زندگیتون انجام بده که از این شرایط نابسامان بیاین بیرون. یک استارت در کارتون دیده میشه. و اگر در مورد شخصی حالا پا در هوا هستید، یه جورایی احساس سردرگمی میکنین که آیا این حالا اون حرفی که میزنه یا هی دوست دارم های الکی یک چنین شرایطی رو داره عزیزم. و اگر گفتم باهاش خیلی وقت 10 وعده هست، حالا اوکی هستین، یا 10 وعده به پایین یا بالا، حالا با اون کاری ندارم، یک بیرون اومدن یک کاتی رو براتون میبینم عزیزان. این شخص برای عده‌ای در جایی که کار میکنین یک شخصیه که نمیتونه رشد و باروری شما رو ببینه. در جایی که مثلا کارمند هستین، رتبه دارین، اینم یک قسمتی بود که گفتم براتون بگم. یک کارت دیگه هم براتون. عده‌ای از شما عزیزان یا با این خانم کات کردین و تنها هستین که گفتم یک پیشنهاد عاطفی جدیدی دارین و منتظر اخبار بسیار دلگرم کننده، چه در امور مالی چه در امور کاری، در این ماه جاری باشین عزیزان. گردش مالی بسیار عالی و شخصی که حالا خیلی وقته، اگر همونجور که گفتم یک چیزایی ازش دیدین دوستان، درسته این شخص اصلا انرژیش درست نیست، حتی برای عده‌ای کار قانونی که منتظر اخبار عالی باشین و پشت سرتون بعضی از شما عزیزان حرف و حدیث زیاده، حضور شخصی که از نظر مالی میتونه کمک بسیار عالی و بسزایی در زندگیتون داشته باشه. و این استارتی رو که میزنین یا تغییراتی رو که در زندگی، کارتون، شغلتون انجام میدین، یک زندگی یا امور مالی بسیار عالی رو براتون در این ماه جاری یا به اون مسیر میافتین یا در اون حالا سرمایه گذاری که انجام میدین به اون نتیجه دلخواه در این ماه جاری میرسید. خیلی خوب، بریم ببینیم که برای شما عزیزان عدد شانس چیه با نام خدا. 12 عزیزان، جفت 6 آوردین عزیزان، جفت 6. خیلی خوب عزیزان بهمن ماهی، برای عزیزان بهمن ماهی، دوستان بهمن ماهی، بگین که در این ماه جاری قرار شاهد چه اتفاقاتی باشن عزیزان بهمن ماهی با نام خدا. یک جشن، یک شادی و یک پیشرفت شغلی برای عده‌ای از شما عزیزان. اگر در شغلتون استاپ کردین، یک دوره‌ای که یک دوره شادی، اگر یک دردی بوده، یک اذیتی بودین، یک دوره داره براتون تموم میشه و منتظر اخبار بسیار عالی باشین عزیزان. استارت به یک کار برای شما عزیزان دیده میشه، استارت یک کاری که بسیار عالی و اصلا خوشحالی در درونش غوغا خواهد کرد، به یک قدرت درونی، با اینکه حالا خیلی شاید کسی نباشین که هیاهویی داشته باشین، هر چقدر که حالا هیاهویی هم نداشته باشین، به اون قدرت در این ماه جاری دست پیدا کردن، یک عشق واقعی وارد زندگیتون شدن، یا اگر شده حالا در بقیه کارت ها ببینیم. حتی برای عده‌ای از شما عزیزان این در امور کاری این استارت خواهد خورد. ببینید دوستان، در خیلی از حالا ماها این کارت رو داریم، یعنی این برای کلی، وقتی من کلی میگیرم هیچ فرقی نمیکنه، اکثر کارت ها برای کلی اومده عزیزان. اینجور بگم که منتظر اخبار بسیار بسیار عالی باشین که اصلا در شاید باورتون نباشه که چنین اخباری به گوشتون برسه، یا کاری کنین که اخبار شما به گوش دیگران برسه. یک شخصی که هم از نظر آگاهی هم از نظر خرد بسیار بالاست و به شما در امور حالا هر چی که امور کاریتونه یک راهنمایی هایی رو براتون خواهد داشت، و مخصوصا برای در امور مالی، یک امور مالی به دست گرفتن و در امور کاری مشغول شدن 100%.
حتی اگر بخواین تغییراتی رو در زمینه کاری بدین یا استارت کاری رو بزنین، 100% اگر تعادلی از زندگی شما یه جورایی تموم شده، برگشت تعادل به زندگیتون با مدیریت خودتون. برای عده‌ای این عشق تا در جایی که حالا کار میکنین تا 2 وعده دیگه، و برای عده‌ای از شما عزیزان حالا 10% میگیرم من اینو، دوستانی که کار مهاجرتی دارن و میخواین بدونین که آیا این کار مهاجرتی جور میشه یا نه، برای حالا 20% از اینجا شکل میگیره. حتی شاید در جایی که حالا بخواین به یک مسافرت خارج از کشور هم برین، میتونه از اونجا براتون شروع بشه. حتی برای عده‌ای من مسافرت هم میبینم. اگر در شرایط مالی زیاد خوبی نیستین، اجازه بدین براتون بگم، یک خلاقیت های کاری براتون پیش میاد، انجام میدین و از این شرایط نابسامان کلا میره کنار، هم در زندگی هم در امور کاری به یک شادی، به یک عالی بودن دست پیدا میکنین. و اگر خیلی وقت تنها هستین، پیشنهاد عاطفی جدید برای شما عزیزان 100%. شخصی میخواد قدمی رو به سمت شما برداره و شخصیه که خیلی وقت داره به شما فکر میکنه. برای عده‌ای میتونه از جایی که حالا کار میکنین شروع بشه. یک گردش مالی بسیار عالی. اگر توی این شرایط هستین، حالا ببینید، اگر توی این شرایط هستین با کاری که استارت میزنین بسیار عالی، به این شرایط مالی، به یک گردش مالی بسیار عالی، اگر تقاضای وام یا طلبی از کسی دارین، میتونه در جلو رفتن، پیشرفت شما 100%، حالا این پولی که به دستتون میرسه 100% مستمر باشه یا تاثیرگذار باشه. یک مرور خاطرات با اون شخصی که حالا در گذشته‌تون بوده خواهین داشت یا از جانبش خبری براتون میاد. اگر حالا در رابطه‌ای بودین، حالا برای 20%، و میخوایم بدونین که آیا این شخص میخواد برگرده، بله 100% میخواد برگرده و خبری هم از جانبش خواهین شنید، ولی پیشنهاد عاطفی جدید برای شما و یک درد، یک رنج برای شما کلا تموم میشه. شخصی بوده در زندگیتون که پنهونکاری هایی، حالا خیانت، پنهونکاری، دروغ 100%، که شما رو عجیب در فکر فرو برده، و شخصی که حالا میتونه متولد مرداد یا عنصر آتش رو داشته باشه. خرید، فروش ماشین 100% براتون دیده میشه و حرکت شما به سمت جلو در زندگی در این ماه جاری. الهی که آمین. خیلی خوب، بریم ببینیم که برای شما عزیزان عدد شانس 11. برای عزیزان اسفند ماهی، ببینیم که در این ماه جاری قرار شاهد چه اتفاقاتی باشن. با نام خدا. این خودش برگشت. دوستان، استارت زدن به یک کاری که خیلی وقت ذهنتون رو مشغول کرده 100%. یک گردش مالی بسیار عالی. اگر خیلی وقت در امور مالی یک قفل یا گرهی در زندگی کارتون افتاده، انتقال از این شرایط، یعنی اگر قفل بودین یا اصلا کارتون جلو نمیرفت، پیش نمیرفت، 100% از این شرایط انتقال پیدا کردن به یک شرایط عالی و بسیار زیبا. حتی برای عده‌ای جابجایی، شروع یک عشق بسیار عالی، بسیار زیبا. اگر در یک حالا رابطه ای بودین که پر از کاسه چه کنم بود، همونجور که گفتم انتقال پیدا کردن، تموم شدن اون رابطه و پیشنهاد رابطه حالا جدید. برای عده‌ای حالا اگر در رابطه یا یک رابطه‌ای کات شده و میخوام بدونن که آیا شخص میخواد برگرده، بله 100% خبری هم از جانبش خواهد بود و اگر شما پذیرا باشین دوباره این رابطه سر پا 100% میشه. یعنی اون رابطه قدیمی اگر بخواین که ببینین آیا شخص برمیگرده یا نه، بله شخص دوباره میخواد که دوباره با شما وارد یک رابطه‌ای بشه. رابطه قبلی عزیزان یک باروری، یک چجوری بگم، یک کوچ کردن برای عده‌ای، یک حضور شخصی که در زندگی شما هم باعث برکت، فزونی، فراوانی. و دوستان، اگر تصمیم گرفتین که از رابطه برین بیرون، چنین تصمیمی رو گرفتین و شخص حالا مدتیه که خبری ازش نیست، برای عده‌ای که پیشنهاد عاطفی هست این یک، ولی برای عده‌ای حالا در رابطه‌ای بودین، کات شده، میخواین ببینید آیا برگشتی هست یا نه، 100% بله هست.
ولی خودتون انگار دیگه میخواین بیاین بیرون. شخصی که عنصر آب رو داره، خیلی عالی، سازگاری خیلی عالی با هم دیگه، و شخصی که میدونه توی رابطه چی میخواد، از نظر خرد بسیار آگاه، باهوش، داناست. حالا مونده به خودتون که بخواین با همون شخص قبلی باشین یا نه. و از نظر مالی دوستان، یا شخصی وارد زندگیتون میشه که برکت رو با خودش به زندگیتون میاره، یا شخصی که از نظر مالی بسیار ایدئاله. حتی برای عده‌ای این شخص یک خانومی داشته که طلاق داده، اینجوری بگم. برای عده‌ای مثلا 20% یک شخصی بوده که بله از یک رابطه‌ای کلا اومده بیرون، و برای عده‌ای از شما عزیزان یک سنگینی، یک تغییر شغل، یک چیزی که انگار گره در کارتون انداخته بودن، یا یک باری که در دوشتون بوده، پایان دادن به این حالا سنگینی، زمین گذاشتن این بار، یک عشق واقعی و حضور شخصی که از نظر مالی بسیار بسیار ایدئاله. هم کارت عشاق رو داریم براتون، هم حالا یک تغییرات شغلی، یک تموم شدن سنگینی برای شما عزیزان، یک تعادلی که اگر از زندگیتون کلا بیرون رفته، دوباره برگشت این تعادل به زندگیتون در این ماه جاری. اگر در مورد یک چیزی پا در هوا هستین، پیشنهاد عاطفی جدید برای شما عزیزان 100%. اگر تنها هستین، من همونجوری که گفتم پیشنهاد عاطفی جدید. اگر خیلی وقت تنها هستین 100%. اگر در امور مالی به یک گره های مالی رسیدین، این گره های مالی باز میشه و یک قدم های کاری جدید برمیدارین و در کاری که خیلی وقت انگار سنگینی این کار در دوشتونه تموم شدن و یک درد و رنجی براتون تموم میشه. اگر میخواین خونه ای رو بخرین یا منتظر اخباری هستین، 100% براتون دیده میشه و یک عشقی که بسیار بسیار برای شما عالی و زیبا خواهد بود. خیلی خوب، بریم ببینیم که برای شما عزیزان چه خبر. عدد شانس شما عزیزان اسفند ماهی 8. عدد شما عزیزان 8. خب عزیزان، اگر دوست داشتین، این بود حالا انرژی خوانی خیلی سبک گرفتم که خیلی زود به اون نتیجه برسین، چون وقتی کارت ها زیاد میشه، حالا تا دونه دونه در کائنات بره انرژیش برسه کمی زمان میبره. خیلی سبک گرفتم. اگر دوست داشتین حالا برام کامنت کنین که این روش رو دوست دارین، در حد مثلا 2 دقیقه من میتونم یک روز در میون در کنارتون باشم و حالا به جای از همه چی برامون میاد. حالا اون که گفتم اول ویدیو براتون گفتم، اون که حالا در ماه 3 بار کلی میگیرم یا 2 بار میگیرم، اون سر جاش، ولی از نظر عاطفی، کل مالی، کاری، همه چی براتون میاد. اگر دوست داشتین حالا بگین که حالا بله اینجور کوتاه دوست داریم، من براتون یک روز در میون در خدمتتون هستم. دوستان امیدوارم که با لایک و کامنت و سابسکرایب منو همراهی کنین. لایک کنین عزیزان، چون با لایک کردن شماست که کانال دیده میشه و میتونم که به اون 1000 نفر برسم و با شما در حالت زنده لایو بیام. امیدوارم که دوستان بهره لازم رو برده باشین و اگر دوست داشتین کامنت کنین که بله خوب بود و یک روز در میان من هر جوری شده در خدمت شما عزیزان خواهم بود. تا پست بعدی شما عزیزان رو به خدای احد و واحد میسپارم و در نور خدا جاری باشین.